یک طرف ایستید. یاری دهید. احتیاطکارانه او رو بیرون میبراریم. خدایا خواهرم رو یافتم اما از نو گم کردن را به من نصیب نگردان. تولا میکنم گم نکنم. تولا میکنم. راحت هستی؟ ایست این بولیش رو نیز میگذارم. جانان بس است. پشتم را پوری بالشت کردی. کمی پس ستون مهرم درد میکند. گیر همش رو. ببخش، من برای راحت بودنت گذاشتم. من به این هم راحت هستم. تو خودت بشین. خدا شفا دهد. به ما اجازت هست؟ چی شد؟ خواهر جان به صدمه دچار شدی. نترس، کمی پس تو را به بیمارخانه میبرند. خدای توبه. جناب تحسین دیر کردم. خانم شما باید از جایتون نخیزید. سر دهید. تو چیکار میکنی خواهرم؟ یک طرف ایستید. الو. از شبای پلیس گوش میکنم. میخواهم یک خبر رو بگویم. عمرت همین قدر بوده است تحسین جان، اما اعتراف میکنم مردی تا باور بوده ای. تو در اینجا چیکار میکنی؟ با کدام روی به اینجا میویی؟ به بیرون برو. دفع شو. ای دختر تو یک طرفیست. مرا گوش کن حیوان. باری دیگر به او دست رسانی تو را بوقی کرده میکشم. نفس گرفته نمیتوانم ایاز جان. چرا تو اینقدر عصبی شدی ایاز جان؟ آخر بچه ها به تو نفهموندن. حالا تو باید استراحت کنی. چی میخوایی لعنتی؟ چی درد داری؟ به پلیس زنگ میزنم. سلام عزیزان. جانان یک طرفیست. بله جانان. اگر گپ ایاز را گوش کنی خوب می شود. همین طور نیست؟ و هم زنها باید به کار مردان بینی نهند. من به تو گفتم که از من چی میخواهی؟ هیچ چیز. چندین سال باز همدیگر را میشناسیم. برای عیادتت آمدم. مگر ممکن نیست؟ ای عزیز تو. خوب را دفشو از اینجا را. سرده لعنتی. بالایش را پشت زفر. دفشو از اینجا. سرده. ما هم تا شب اینجا ایستادنی نیستیم و هم عیادتی بیمار باید دراز نباشد. خیر، گلهای ما را قبول بفرما. تو مرا مسخره میکنی سگزاده؟ ای از آروم شو. نه، برعکس. در حیاتم بار یکم با تو جدی صحبت میکنم ایاز. قیمتش را بدان. از اینجا دف شده رو وگرنه به سرت بلا میآید. دف شو. خب تنها فراموش نکن ایاز جان، زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. مین بعد وابسته از شرایط کار میکنی. من هیچگاه دست افلاسی تو را فشرده راضی نمیشوم. میشکنم. فهمیدی؟ فهمیدم. ولی این گپا را از کجا یاد گرفتی؟ به تو نمیزیبد؟ یا اینکه از تحسین فلاغلو یاد گرفتی؟ به نزدیکی به عیادت او هم میروم و همتون احترام کردنی مرا یاد میگیرید. خدا شفا دهد. میرویم زفر. با شما شفای کامل خواهانم. دف شوید. ای از آروم شو. جناب تحسین کمه این خیلی سفید خوبتر به نوار میگیرد. دستانتون رو جنبونید. شما به همتایید. فهمو خدایا امید میکنم که دیر نمیکنم.
دیر نمیکنم. چی گپ شده؟ خدا لعنت کند. آخر اینها از کجا آمدند؟ در اینجا انتظار شوید و کسی را به بنا در آمدن نمانید. به قفا هم نروند. با دقت باشید. اطاعت سردار. در اینجا چی گپ باشد؟ در کجای گل؟ در کجای؟ خانم مرا میشنوید؟ نگیرید خانم، التماس. سردت در کجایم؟ با کجا می رویم؟ نخیزید، خواهش میکنم به بیمارخانه میروید. نمی شود جناب تحسین، باید جناب تحسین را نجات دهم. آرام باشید خانم. ماشین را دارید زود. من در اینجا موندم، اکنون چیکار میکنم؟ در را کشا، در درون هستی، در را کشا. در بالا کسی نیست قماندان. این در محکم است. در همین جا می باشند. یگان چیز را بیارید تا که در را کشاید. در را کشا. میدانم که در درون هستی. در را کشا. ایست، نگرید. جناب تحسین خوب هستید؟ به دستش کشنگ زنید. جناب تحسین خوب هستید؟ زود به یاری تجهیلی زنگ زنید. اما خوب شدم. ایستید، در آمدن من است. در اینجا چی گپ است؟ شما کیستید؟ این طرفش کاری ماست. بیا. در وقتش آمدی. جناب تحسین کجاست؟ از روش رفته. یاری تجهیلی جز داده. جوی دوخته شده کشاده است. چرا این خیل شد؟ با پا خسته کمی راه گشتنی شدم، برای همین چنین شد. التماس خود را مجبور نکنید. خوب شده است. با همشیره میگویم که هر چه زودتر دارو گذراند. فهمو، تشکری زیاد. خدا شفا دهد. خوب هستی؟ سخت درد میکند. خوبم من جانان، چیزی نشده است. به همه گناهگار کلیچ است. باز شرم نکرده گل آورده است. من رفته با همشیره گپ میزنم. اکی ایاز، اکی فرهاد، تا حال از شما امیدم را نکندم. میدانم که روزی آمده من رو مییابید. هر شب آرزو میکنم که کی به هم دیگر میپیوندیم. بیاز، خواهرم،
خواهرت به تو سلام گفته است. به سر قبر خواهر غریبت بیا، صحبت میکنیم، با تو راز دل میگویم. کلیچ دهن. خدایا توالو میکنم که جناب تحسین خوب باشد. اگر با او یگان چیز شود من خود را تمامی عمر نمیبخشم. پلیس ها دستگیر کردند. جناب پرویز، عملیات عملی نشد. بین عسکرین دستگیر شد. اطاعت جناب. در اینجا چی است؟ من راننده جناب تحسین هستم. کجا؟ جناب تحسین! در وقتش آمدی. فکر کردم که همه چیز به آخر رسیده است. گوش کن، به این هم از این وظیفه جیتم خبر دارد. امر عملیات تحصیل را او به من داد. اگر خواهی زنگ زده بپرس. من جیتم را نمیدانم ای دختر. در تنهایی کار میکنم. سوار شو. در کجای داخل نیم ساعت می شود که یاری تجلیلی را انتظاره. چی شد؟ جناب تحسین خوب است؟ در درون بهوش است. زودتر زودتر. فرهاد گلسوم رو دستگیر کرده است. خدایا شکرانه میکنم. حالا با من در کجا بودن خواهرم را میگویی؟ تو آیدی چی گم میزنی؟ خواهرم بیاز در کجاست؟ کلیج محض تو را میجوید. فرهاد. بله فرهاد. گبزم. بیاز در کجاست؟ فرهاد با دقت باش. دوید. بیاز کجاست؟ خواهرم کجاست؟ خواهرم در کجاست؟ خواهرم را در کجا نگاه می‌داری؟ پیش از مردنت بگو که خواهرم در کجاست. گبزم به تو گفتم. خواهرت در قعر جهنم است. نه. بسیار زیبا شد. عالی، بسیار عالی. جناب ها، بیناز کریم را کشتند.
جاسوسه که درباره تحسین جایگیر شده بود، یعنی گلسوم را. تو چه ها میگویی؟ آخر تنها اون میدانست که خواهری ایاز کجاست. ایاز حالا می آید، اکنون چیکار میکنیم؟ ایاز در کجایی؟ در کجا؟ فرهاد خوب هستی؟ فرهاد فرهاد غمگین نشو. به هر حال اکنون میدونیم که خواهرت زنده است. این خیل باشد در کجاست؟ در کجاست؟ خواهرم بیاز در کجاست؟ من او را چی خیل پیدا میکنم؟ خواهرم را یافته بودم. گلسوم گفتنی زن جایش را میدانست. دوان دوان به نزدش رفته با آغوش گرفتنی بودم. تا این روز گمان میکردم که او مرده است. تو را تنها گذاشتم. من را بو بخش گفتنی بودم. او را گرفته به نزد ایاز بردنی بودم، لیکن موفق نشدم. باز از عهده‌اش نبرآمدم. این چطور شد؟ این حادثه چه خیل روی داد؟ گوش کن ظفر، با یاری آن دختر من باید فرهاد را میافتم. فهمیدی؟ ایاز اکنون بیمیرتم، اکش را به ما نمیسپارد. کاری کرده باید اکش را یابیم. جناب، با فکرم ایاز حالا در راه است. یک راهی هست که او را مشغول میکنیم. این را به من ده. دقت، کلیچ دهن گپ میزند. مکان تمامی جاسوسان را معین کنید. فهمیدید؟ معین کنید. یک دختری تخمینا 20 ساله را دستگیر کردند. به او ضرر نرسد. او را یافته نزد من بیاره. درباره خواهرم گپ میزند. رفتیم گل. باید بیاز رو از آنها پیشتر پیدا کنیم. فهمو اما چه خیل؟ به کجا رفتن امان رو نمیدونیم. پس از شخصی میپرسیم که معلومات دارد. و مزار اهل عائلت خوش آمدی ایاز. اینجا برای قبر مکان خوب است. هوا تازه است، دامن کوه. ولی در اینجا مرده را باید زود گور کنی، وگرنه خوراک پرنده ها میگردد. جاسوس را دستگیر کرده اید. تشکر. با جای تشکر میخواهم که از شما یک دو چیز رو بپرسم. با ما سراغه آدمانی پرویز فراهی رو دید. مایلش. اما چی کار میکنی؟ برای ایاز و من در دست آنها از همه چیز پر ارزشی هست. فکر میکنم کی بودنش رو نمیگویی. حالا نه. بشیر، با رفیقانمان یاردم ده. روزی میرسد که به شما قرضهایم رو برمیگردانم. وعده میدهم. خواهرم در کجاست؟ خواطر نشو، در جای بی خطر است.
ولی فردا چی حادثه رخ میدهد البته نمیدونم. این وابسته به قرارهای برادرش است. فهمیدی؟ از من چی میخواهی؟ هیچ چیز. تنها میخواهم که تو انتخاب کنی. به این مزار خوب نگاه کن. در این جا یا برادرت فرهاد یا اینکه خواهرت بیاز میخوابد. از این هر دو یکی را انتخاب کن. تنها همین. در اینجا سراغ‌های بسیار هست. از کجا سر میکنیم؟ از نزدیکترینش. تا یافتن خواهرم یک همه جای را از نظر میگذاریم. سراسیمه نشو. هنوز وقت داری. خواهرت تا سحر همراه ما میماند. بچه های ما او را خوب نگاه میکنند مثل کودک. خواهرت هم خیلی کلان شده است. در این یا آن کار او را استفاده کردن ممکن. من تو رو میکشم لعنتی، میکشم. تو مرا نادرست فهمیدی. من سخنی بد نگفتم. خواهرت برای من هم همچون خواهر است. اکنون دستت را بگیر. دروغ میگویی. برای به دست آوردن اکم نیرنگ میکنی. همین خیل. اما به تو باور نمیکنم جناب قلیچ. این دفعه مرا فریب کرده نمیتوانی. خیر تا بازدید. آن روز بهترین روز در حیاتم بود. پدرم همه امان را به تماشای کرس برد. همه جا را سیر کردیم. حتی عکس هم گرفتیم. بعد در یک جای زیبای نشستیم. پدرم گوشت بیریان میخوریم گفت. پول داشته ایم ولی ما باز آب گوشت را نوشیدیم چرا که پول زیاد صرف نشود. چنان خرسند بودیم که آب گوشت از گوشت هم بالذت‌تر بود. مزه‌اش تا هنوز در کامم. بعد آن روز دیگر هیچ گوشت نخوردم. هر باری که خوراک خورم گمان میکنم که به عائله‌ام خیانت کردم. از دوری آنها عذاب میکشم. آنها را پزمان میشوم. عالی. بسیار عالی بوده است. بسیار خنده آور و بسیار علم آور. اگر به موی او ضرر رسانی تو را با دستان خودم در این قبر گور میکنم. تمام دنیا شاهد شوند که تو را زنده و زنده در این قبر گور میکنم. تو باید انتخاب کنی. مرا فهمیدی؟ و این مزار یا برادرت فرهاد می دراید یا اینکه خواهر جانت بیاز. انتخاب کن یکی را. اکنون برم. سراغ یکم همینجاست. خدایا مدد کن. تنها میخواهم که تو انتخاب کنی. در این جا یا برادرت فرهاد یا اینکه خواهرت بیاز میخوابد. از این هر دو یکی را انتخاب کن. استید ماشین را دارید. در همین جا مرا انتظار شوید. زودتر باش گل. باید دیگر جایها را نیز ببینیم. تلفن.
الو الو ака беяз зинда аст хоҳарамон зинда аст медонам додар шунидам ман ва гул ӯро ҷустуҷӯ дорем хавотир нашав аяз хоҳарамонро пайдо мекунем ака беяз дар дасти қилич будааст агар фарҳодро ба дасти ман насупорӣ беязро мекушам гуфт ором шав додар беяз дар дасти килиш нест дурӯғ мегӯяд ҳоло хоҳарамонро наёфтааст ҷои тарс надорад аяз ман беязро аз вай пештар пайдо мекунам хоҳарамонро пештар аз вай беномус пайдо хоҳам кард ба ту ваъда медиҳам додар ваъда медиҳам با توجه تمام جاسوسان عملیات بیکار کرده شد جستجو را قطع کنید آنچه لازم بود در دستمان است تکرار میکنم در دستمان است عملیات قطع شد ҳеҷ мумкин нест ака чикор мекунӣ ака бале апай гул ман ҷонон ҳастам аяз аз беморхона фирор кард дар куҷо буданашро намедонам ва то ҳол хабаре надорам аяз хуб аст ҷонон хавотир нашав дар куҷост дар барат аст бигӯ ман ҳам меоям не дар барам нест ҷонон ҳоло бояд телефонро хомӯш кунам аяз хуб аст хавотир нашав ӯ холӣ шавад ба ту занг мезанад апай ягон ҳолати бад нест а не хавотир нашав ҷонон танҳо баъзе корҳое дошт ки бояд ҳал кунад ӯ ба ту баъдан муфассал мефаҳмонад фаҳмо апа агар холӣ шавад ба ман занг занад илтимос майлаш то боздид гул омад чӣ шуд гул хоҳарам дар назди килич аст намедонам килич ва зафар дар ҳеҷ ҷо наменамоянд аз ҳама пурсидам аммо касе чизе намедонад ва аз беяз ҳам хабар надоранд гузар боз бо тадбир рафтор мекунад ва хабарро ба берун паҳн намекунад хоҳарамонро ёфта наметавонем дар куҷо буданашро намедонем дарҳол хотир парешон нашавед ҳоло ягон чиз ба охир нарасидааст муҳим он аст ки зинда будани беязро фаҳмидем ягон коре мекунем ки ӯро халос кунем роҳ намедиҳем ки килич ба беяз зарар расонад ин кор чӣ хел мешавад апа килиш ӯро дар куҷо нигоҳ медорад инро ҳам намедонем хоҳарамонро чӣ хел наҷот медиҳем намедонам ман медонам додар чӣ хел наҷот додани хоҳарамонро медонам бар ивази хоҳарамон ман таслим мешавам لحظه خوب نکردی ها؟ از عیاز یگون خبر هست؟ هست خوب بوده است کاری داشته است که باید حل کند برای همان رفته است خدایا شکر دخترم خوب بوده است دخترم برای چی گریه میکنی؟
آخر ایاز خوب گفتی؟ خسته شدم پدر، خسته شدم. از ترسی که کلیش دهن ایاز رو میکشد خسته شدم. گریه نکن. گوش کن، من به تو وعده پدرانه میدهم. من بعد من شما را محافظت میکنم. ایاز در نزد من از تو ذره فرق ندارد. وی هم فرزند من است. نخواد من شما را در دست قلیج بمانم. من بعد یک لحظه از شما دور نمیشوم. نمی شود اکا، نمی شود. این رو بگیر، بگیر. می میرم اما تو را فیدا نمی کنم. بگیر. پس خواهرمون رو فیدا میکنی؟ نمیتوانم اکا. با هر دویتون هم دلم میسوزد. ایاز، اگر خواهرمون با سبب ما بمیرد برای همدیگر چه خیل نگاه میکنیم؟ ما برادر هستیم گفته چه خیل در اطراف میگردیم. هر گاهی که به آینه نگاه میکنی از خود شرم نمیکنی. برای من نگاه کرده از من شرم نمیکنی. پس از مرگ از پدر و مادرمون شرم نمیکنی؟ نمیتوانم اکا. التماس، از هر دویتان دست کشیده نمیتوانم. چون این خواهش نکنید اکا. التماس اکا. مرا گوش کن دادرم. پدرم رو در پیش چشمانم کشتند. من چیکار کردم میدونی؟ گریختم. حتی به قفایم نگاه نکرده گریختم. هر شب این کاری کردم رو خواب میبینم. کلیج پدرم رو میکشد اما من میگریزم. بسیار شرم میکنم ایاز. آن روز رو به یاد میآورم. از قد و قامت و جوانیم شرم میکنم. حیفی من بر این جوان مرد. اما آن وقت تو کودک بودی اکا. اما حالا من کودک نیستم. نه از کلیج و نه از مرگ ذره نمیترسم. اما بیاز میترسد. قسم خوردم ایاز، باری دیگر نمیگریزم. وقتی که کلیج خواهرم رو میدوزد گریخته پنهان نمیشوم. برخیز میرویم. با کجا؟ راه گرد. با کجا؟ چرا این خیل می شود پدر؟ چرا ما خلاص نمی شویم؟ کلیج از ما چی می خواهد؟ شخصی به مانند قلیج سر نمی شود. اگر پنجه دراز کنی دستت رو طلب می کند. اگر دستت رو دراز کنی خونت رو می خواهد. اگر خونت رو دهی جانت رو می خواهد. به این هم سر نمی شود. تا مغزت رو نخورد سر نمی شود. اما با آخر رسید دخترم. من بعد حال دون پیشینه نیستم. بر عوض جانم باشد هم شما رو محافظت میکنم. تو و ایاز را با کلیچی سخت خوراک نخواهم کرد. البته میخواهی که دختری یگانت و داماد آیندهت ضرر نبینند؟ تو تنها با کلیج جنگ کن. با تو چی شد؟ مثل که دو میگربه را زیر میکنی و وق میکند. به آرو به ناموسه، تو کیستی است؟ اینقدر تو را زدن. آخر تو کیستی؟ چه قوه و دارایی داری؟ تو چخیل با کلیج دهنی بزرگ زیدیت نشان میدهی. ایاز را میخواهد بیده تا که رود. مگر از ما قیمت‌تر است؟ بله از تو قیمت‌تر است. یکم گپ داری؟ پدر ایستید، آرام شوید. نانی دادن زهری بدنت شود. صدقه خوبی های من شوی نامرد. از زبانت را آرو گردد که دیگر گپ نزنی زنه که بفهم. چی گپ است؟ چرا داد میزنید؟ طریق مادرت رو گرفته به خانه درآ. مادر بیا ما میرویم. بس است. ایاز دلگیر شدم. چه مصیبتی به سرمون آمده است از روی ایاز.
پسر تو این است ای آدم، این باره فکر طریق را کنی میموری. اینجا خانه من است. عائله‌ام و دوستدارانم را اینجا سالها پنهان کردم. در اینجا کسی نمرده است. همه زنده اند. شبانه دائم صحبت میکنیم. ساعتهای دراز درد همدیگر را گوش میکنیم. اکرم، برای آنکه کی بودنم را فراموش نکنم این حجره را بنیاد کردم. غضبم را، انتقامم را در اینجا پروریدم. پزمان شوی و حسرتم را در این حجره آرام کردم. تسبیح پدرم، به یادم آمد. این را با خود بگیر. زهرا هم فاتحه هم بود. کیلیش اول او را کشت. این روز خرسندی من بود ایاز. برای من همچنین بوده که برای من همچنین بود. به بیاز نگاه کن، به خواهرمون نگاه کن. وقتی تنها من کودک خردسال بود، هنوز او کودک بود. سالها خواهرمون را محافظت کرده نتوانستیم. خدا میداند که چه مصیبت ها به سرش آمده است، چه عذاب ها را کشید، اما توانسته است که زنده ماند. حالا باشد به خواهرمون چه خیل رحم نمیکنیم. چه خیل. ایاز، من با کلیچ حیوان تا امروز به خاطر شما جنگ کردم. اگر شما زنده باشید من غالب می شوم، اما اگر بمیرید وی غالب می شود. مرا در نزد آن بیناموز مغلوب نکن. اکا نکن. باید نیست ها؟ خاطری آن کودک کوچه را دانستی و فرزندت را خوار کردی، پست زدی، باری هم با آغوش گرفته فرزندم گفته دوست داری نکردی. گویا که او پسری حقیقیت باشد و این از کوچه آمده باشد. بس از زنک. پسرم را به غضب خود قربان کردی. عیب و گناه است. با سبب تو پسرم از من خنک شد. چه خیلی دوست می‌دارم. طریق پسری من و جان و جگرم است. نخواد انسان فرزندش را دوست ندارد. خب کن، دروغ نگو. در نزد تو این پسر ذره قدر ندارد. بس کنید، کفایه است. مگر نمیبینید که چقدر غمگین هستیم؟ تو چگونه مادر هستی؟ من مادری بد هستم، همین خیل است. پدری تو فرشته و من شیطان. دخترم، گوشهایت را کشاده با دقت گوش کن. من معرفت های پدرت را یک گویم و تو چخل بودنی پدرت را فهم. ایپک، بس است، بس. چی شد؟ میترسی که سیرهایت فاش می شود؟
در نزد تو من فرشته بیگناه هستم. اگر گناه های پدرت را پسی هم گذاریم تا قشلاق راه می شود دخترم. تو چه ها میگویی؟ چی سفسطه میخونی؟ از ظلم هایی که پدرت به مادرت روا دیده بود. به همدیگر صاحب شوید و در نزد آنها سر خم نکنید. نترسید، هیچگاه دست نکشید. خیلی کم مانده است و نصیب باشد نظام آنها را ویران میکنیم. اکا دادرم غمگین نشو. اکاد ارمان ندارد برای آنکه دادری شیر بچه دارد. او آپهش گل و خواهرش بیاز رو تنها نمیگذارد. خیر نباشد. بگو که پدرت به تو چی دروغ و نقل کرده است؟ مادر تو گم شده است؟ ایستو یا اینکه مرده است؟ به تو چی گفت؟ گپ زن. ایپک خاموش، قربانت شوم. خاموش نمی شوم. از نیرنگ های تو دلگیر شدم. باید جانان هم بفهمد که تو چگونه آدمی پستی. تو چه ها میگویی؟ پدر چی گپ شد؟ هیچ گپ نیست. رفتیم کمی دور میزنیم. ایستید. بگو که با مادرم چی شده است؟ نقل کن. مادر التجا میکنم به خاطر من خاموش شو. من بعد مرا کسی خب کنانیده نمیتواند. گپ زن. زهرت را خالی کن. مار؟ این پدری تو باشد. تو را از آغوش مادرت به زوری گرفته است و میدونی این را برای چی کرده است؟ ببین، برای این خانه، برای شرکت و برای پول کرده است. مادری تو را تنها گذاشته گریخته است. بیا می رویم. فرهاد آیا از تو چی کار کردی؟ حیات یکم را نجات دادم پیگو. نه اکم را و نه خواهرم را از دست دادن نمیخواهم. فرهاد این خل باشد چی کار میکنی؟ چی خل بیاز را نجات میدی؟ نمیدونم، هیچ چیز نمیدونم. من دیده و دانسته او را به مرگ نمیسپارم. تو راضی که او را از دست بدهی؟ راضی هستی؟ پس یاری ده او را بریم زود. این پدری تو وقتی که تو این قدر بودی از آغوش مادرت دزدید و بعد باری هم تو را با او نشانه داده است. دروغ میگویی. پدر گوید که این همش دروغ است. شما این کار را نمی کنید. شما اینقدر به وجدان نیستید. پدر گپ زنید. نگویید دروغ است. گویید نکردم. گویید پدر از برای خدا یگان چیز گویید. تولا میکنم. مادرت مرد بگویید. تو را ترک کرد بگویید. گم شد بگویید پدر.
بگویید که شما مرا از او نگرفته اید. تولا میکنم پدر. او را باید خوب ببندیم اپا، وگرنه به هوش آید او را اداره کرده نمیتوانیم. انیق از هر دویمون سخت میرنجد. امیدوارم که ما کار درست میکنیم. دلم ذره آرام نیست. ایاس چیکار میکنی؟ ایاس پدر گپ زنید. نکردم گویید. یگان چیز گویید. پدرش گپ زن آخیر. با دخترت نقل کن. پدر یگان چیز گویید. من چی کاری کرده باشم برای نیکی شما کردم؟ برای زندگی نیک و در مکتب‌های بهترین خواندنت کردم. برای از یگان چیز محروم نماندهت کردم. صد افسوس اپا، تو به من امانت یکم هستی. حیات تو را هم زیر خطر گذاشته نمیتوانم. ایاس سفسطه نخون. در را کشا التماس میکنم. با کجایی که رفتنی باشی مرا نیز ببر. با تو یاری میدیم. ایاس در را کشا. ایاس مرا میشنوی؟ ایاس در را کشا. ایاس الو، اکرم در برم است. سراغ را بگو. برای عوض به آنجا میاییم.